چین یه ذره بدنش درد گرفته. دستت بشکنه. یعنی دستت درد نکنه. این برعکس حرف میزنه. خیر نبینی. یعنی خیر ببینی. آی جوون شی. یعنی پیر شی. وایسه بزنم. نزنم. بالاتر دیگه خیلی بالاتر. به هر چی میخوای نرسی. یعنی به هر چی میخوای برسی. خیلی حالت بد شد. خستگیم برگشت. یعنی خستگیم در رفت. حالت خوبه حالت بده دیبی؟ نه. یعنی بله. دیبی چه خبر؟ نیست. تلویزیون نگاه نکردم. آهان تلویزیون نگاه کرده. اون وقت چی ندیدی؟ 5-1. آها 5 به علاوه آهان فهمیدم چی میگم. نفهمیده چیه. کوچولوه دیگه. دیگه چی دیدی؟ تلویزیون چی ندیدی؟ بارندگی زیاده. آب فراوون. یعنی بارندگی نداریم، برعکسشه دیگه. همه مردم صرفه جویی میکنن. یه ذره واقعا صرفه جویی کنید. مرغ چقدر ارزون شده. حالا اون دیگه همه چی ارزون شده. سال به سال ارزون تر. نه دیگه حالا اونا رو بعداً صحبت میکنیم دیگه. اینا رو داره راستشو میگه. یعنی چیز نیست. آره. خب دیگه چی ندیدی؟ بعضی کشورها با هم صلح کردن. به سمت هم گل پرت میکنن. شک میزنن. ترافیک خیلی کم شده. بله یه ذره زیاده ترافیک. بله درسته. تصادف که نمیکنن، مردم با قفرمون به همدیگه محبت میکنن. هی میان بیرون همدیگه رو ماچ میکنن، ناز میکنن، به خانواده های همدیگه محبت میکنن. خیلی خوب نگو. بگو دیوونه شده من اینجا. آره خب میشه وقتی که تصادف اسمش کسی به عمد نمیزنه به یه نفر دیگه. تصادف اتفاق میای بیرون انقدر عصبانی هستی. انقدر عصبانی نباش. اتفاقا خوردین به هم دیگه. اون منظوری نداشته، شما منظوری نداشته. خاله دروغ میگه. به حرفاش گوش ندی. یعنی من راست میگم.